چالش 7 روزه پوست درخشان روز 5. لازم دونستم اینجا به خاطر صدا ازتون عذرخواهی کنم. حالا بریم ببینیم موضوع چیه. تأثیر هورمون‌ها روی پوست. این هورمونی که میخوام بگم باعث افزایش کلاژن، حفظ رطوبت و نرمی پوست میشه. استروژن. حالا چطور تقویتش کنیم؟ مصرف مواد حاوی فیتو استروژن مثل نخود، سویا، تخم کتان. این هورمون به پوست کمک میکنه سالم و بی‌التهاب بمونه. پروژسترون. حالا چطور تقویتش کنیم؟ مصرف مواد حاوی ویتامین B6 مثل موز، تخم مرغ، آووکادو. کاهش مصرف قندهای فرآوری شده. خواب و مدیتیشن خوب. بازسازی سلولا، افزایش شادابی و تراوت پوست. خواب عمیق شبانه. روزه‌داری متناوب یا فاصله انداختن بین وعده‌های غذایی. انجام تمرینات مقاومتی یا هیت. ملاتونین. آنتی اکسیدان‌های قوی و به بازسازی پوست در شب کمک میکنه. چطور تقویتش کنیم؟ خاموش کردن نور آبی گوشی و لپتاپ 1 ساعت قبل خواب. داشتن محیط خوب برای خواب. مصرف مواد غذایی حاوی تریپتوفان. تستوسترون. هورمون خوبیه، پوست رو صفر نگه میداره ولی زیادش باعث جوش میشه. حالا چطور تقویتش کنیم؟ مصرف روی، کاهش استرس، تعادل در ورزش.